اینجاست چی نوشتی؟ اگه خدا چیزی و کاش تو مخت قدرت رسیدن بهش رو بهت داده. خب حالا موزیک 100% آقا، من 1000 بار گفتم این که خستشی عادیه ولی با یه موج غرق نمیشه که آب دیده. شما خیر میگفت وقتی همه سر پیش میترسن اون تازه گاز میده. کسی زندگی رو نفهمید از کتاب موفق نمیشی تا وقتی نشی دست به کار. اگه میخوای لاپر قو بزرگشن بچه‌هات بفهم معجزه پیدات نمیکنه تو تخت خواب. نمیفهمی برای چیه پشت در ویترین خوشگله تو انبار مشکل است. هر موقع میخوام ناامید شم یادم میاد تو غیر ممکنم ممکن است. بعد کلی تمرین وقت اجراته بزن تو دل حریف مهم نی تعدادش. اگه خدا چیزی و کاش تو مخت قدرت رسیدن بهشم بهت داده. آقا به سال همون حرف من. آقا اگه رویا داشته باشید، اگه هدفی داشته باشید بهش میرسید. فقط شاید زمان ببره، شاید یه موقع نشه، خسته بشی، استراحت کنی، ولی تسلیم نشی. عالی بود، عالی بود. برای اولین بار من یه رپ انگیزشی شنیدم، یه رپی که عالی بود، واقعا ارزشش داشت.